حکومت 40 خورده ای ساله که سکولار دموکراته. یعنی شما برمیگردی به فیلم مارمولک، میبینی فیلم مارمولک میاد بیرون و حسن روحانی اعتراض میکنه، بعد یه سریال راجع به رضا شاه میسازن اما حسن روحانی اعتراض نمیکنه. سوال اول چرا حسن روحانی اعتراض میکنه در فیلم مارمولک؟ موضوع ساده است، چون انگلیسی‌ها حکومت رو بر اثر مذهبشون میخوان کنترل کنن. در فیلم مارمولک آخوند تخریب میشه، حسن روحانی اعتراض میکنه، میگه آقا این کار خیلی خوب نیست، بگیرین. یعنی چی آقا؟ یعنی شما رو آخوند رو مسخره میکنی که ما آخوندا روشون سواریم میخوام استفاده کنیم. و در فیلمی که راجع به رضا شاه ساخته میشه، اونجا میبینی که مثلا رضا شاه داره دستور زدن یک آخوند رو میده، درست در زمان این سریال پخش میشه که مغز ایرانی‌ها رو آماده کردن که آخوندا کثافتن. حالا اگر در سریالی در تلویزیون رضا شاه بیاد و آخوندی رو تنبیه کنه، همزاد پنداری تولید میشه، مردم میگن خوب شد زد. و روحانی اعتراض نمیکنه. چرا؟ چون قرار بوده که خامنه‌ای رو بردارن، رضا پهلوی کرواتی رو بیارن. در این بحبوحه از 30 سال پیش فیلمنامه رو نوشته بودن که در این تاریخ باید عوض بشه. تقسیم بندی شده بود، یه بخشیش ما نشسته بودیم با اعضای شورا، بخش دیگه خانواده ها. اول فیلم یه مثلا 5 دقیقه از فیلم که گذشت، یه دفعه اینوری رو زدن زیر خنده، منفجر شد سالن از صدای خانواده ها میخندیدن، ریسه میرفتن از خنده. اما این اعضای شورا به همراه آقای روحانی همینجوری فقط نگاه میکردن. تمام این خانواده ها، محافظین اینا، خانواده هاشون همشون اومدن آقا دستتون درد نکنه، عجب فیلم میساختین، چقدر عالی بود. من اون موقع واقعا حسم این بود که آها ما این مشکل این فیلم دیگه حل میشه، تموم میشه. ولی کاملا برعکس شد دیگه. یعنی همون موقع که ما با آقای روحانی صحبت کردیم گفت نه، این فیلم باید یه فکری براش بشه، این فیلم باید از سینما در واقع جلوی نمایشش باید گرفته بشه، شماها هم باید محاکمه کنن بابت این فیلمی که ساختیم.